دید منو نسبت به اینم خراب کردی، رابطه ما رو داری خراب میکنی. خوش اومدیم به قسمت سوم غیبت تایم ما راجع به عشق ابدی که ببین اصلا باورم نمیشه دارم قسمت سوم رو ضبط میکنم، چون وقتی داشتم قسمت اول رو ضبط میکردم اصلا فکر نمیکردم انقدر استقبال کنین و دوست داشته باشیم و انقدر همه پایه غیبت باشیم، ولی واقعا فکر میکنم ما حالا با اینا کار داریم، به خاطر اینکه انقدر اینا رنگ عوض میکنن. اصلا من در عجبم که نظر من الان نسبت به قسمت اولی که ضبط کردم زمین تا آسمون فرق داره. فکر میکنم تنها شخصیتی که توی این مدت توی این 22 قسمت دوست داشتم تغییر نکرده و فکر میکنم شخصیت خوبی بوده بلو، سگ خانم پرستو صالحی بوده که الهی قربونش برم 10 دقیقه اومد تو برنامه همه چی رو شست برد، وگرنه بقیه‌شون که اصلا معلوم نیست واقعا دارن چی کار میکنن. و این اول بسم الله یه چیز بگم، من یه حرف کوتاه با علی دارم، فقط میخوام بهش بگم که علی خدا ازت نگذره که چه کلمه‌ای بود که تو توی فکر میکنم قسمت 21 داشت دعا میکرد، با خدا صحبت میکرد، گفت چی گفت؟ من نوشتم توی گوشیم، انقدر کلمه هچل در حرف بود که تو ذهنم نمونه. گفت خالق مشلوقات. یعنی وقتی گفت خالق مشلوقات من پاس کردم و تا 10 دقیقه داشتم فکر میکردم که کلمه اصلیش بیاد تو ذهنم. آخه تو چجوری گفتی خالق مشلوقات؟ چرا یه ضرب المثل میگی که هیچی به هیچی نمیخوره؟ چرا به طناز میگی که من پای تو رو میبوسم؟ چرا علی؟ نگو، فکر کن. یا یه جا دیگه بازم نوشتم توی گوشیم که گفتش که نخوردم حرفم و تف کردم، که دوباره من پاس کردم فکر کردم خدایا نخوردم حرفم و تف کردم شبیه به یه چیزی هست ولی منو یاد چیزی نمیندازه. یعنی چی؟ نگو منظورش این بود که مثلا حرفم رو یه خورده فکر کردم، یه ذره مزه کردم بعدن گفتم. ضرب المثل استفاده نکن تو. یعنی با این ضرب المثل استفاده کردن داری گند میزنی به فرهنگ لغات ما. من خودم سر این اشرف مخلوقات 10 دقیقه داشتم فکر میکردم که خدایا چه کلمه‌ای بود که ما این همه داریم میگیم دیگه، ما اشرف مخلوقاتیم. چی بود؟ خالق مشلوقات پسر. آخه این کلمه بود تو گفتی، بعد جلو این همه دوربین چه خدایا کاش من اعتماد به نفس علی رو داشتم. به خدا اگر من اعتماد به نفس علی رو داشتم اصلا اینجا نبودم. توی یه لول، من لولم با علی یکی بود. باز زنگ می‌زدین از مامانم میپرسیدین. من راجع به علی دیگه صحبتی ندارم، فقط امیدوارم که علی بره، یعنی فینال بعدی با ما خدافظی کنه. راجع به امیر حسین اول که خیلی ممنون که امیر حسین رو حذف کردین، چون خودش خیلی قاطیه و توی قسمتایی هم که الان داره پخش میشه هم خیلی قاطیه. احساس میکنه که نمیدونم ناعدالتی شده، نمیدونم چی شده بهش برخورده. فکر میکنم سر بازی که کرده بود با سودا تایمشون رو درست حساب نکرده بودن، ولی مرسی که قسمت‌های امیر حسین رو نشون نمیدین. خیلی لطف میکنین در حق ما. هر کسی هستی که داری این کار رو میکنی بدون که دعای یک عالمه آدم پشتته. ولی امیر حسین سر فینال یه جوری گند زد که من دوباره استاپ کردم، یعنی وسط برنامه پاس کردم. بین اون همه گریه و نمیدونم ترانه داشت واسه سگش گریه میکرد و من در حد ترانه داشتم گریه میکردم. یعنی یه جوری من داشتم با ترانه واسه سگش گریه میکردم که یه لحظه به خودم اومدم گفتم زشت نیست نشستی مثلا داری این برنامه رو نگاه میکنی و اینجوری داری گریه میکنی. ولی خیلی قصه خوردم. ولی با همه ناراحتی‌ها وقتی اونجوری امیر حسین انتخاب کرد و ماهرخ داشت بهش یه جورایی وسطاش میگفت که آقا مثلا علی و نمیدونم زیاد یادم نمیاد، ولی ماهرخ برگشت گفت سیاوش و فرشاد، برگشت گفتش که امیر حسین برگشت گفت علی و، که بعد ماهرخ برگشت گفت سیاوش و فرشاد، گفت نه علی و کی؟ یعنی علی و من میخوام و من نمیدونم تو چرا انقدر علی رو میخوای. چرا وقتی میشینی کنار علی بغلش میکنی؟ چرا دستتو میزنی توی سوراخ شلوار علی؟ چرا انقدر به علی محبت میکنی؟ یا نمیدونم. ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم قضاوت کنیم یا صحبت کنیم، ولی فقط تو دوست داشتی علی بمونه. یعنی واقعا با نگه داشتن علی داری اعصاب ما رو خورد میکنی. من واقعا کشش علی رو ندارم و اصلا قسمت‌های علی رو نگاه نمیکنم، ولی خیلی خوشحالم که قسمت‌های امیر حسین کم شده. انگار یه باری از روی دوش
شما کمتر شده، خیلی انگار راحت تر میتونیم قسمت ها رو تحمل کنیم و هر کسی که این کار رو کرده من واقعا ازت ممنونم. راجع به ترانه تا یادم نرفته یه چیزی بگم. من تو قسمت اول برگشتم گفتم از یه خونه خراب کناه، چون خیلی بد وارد شد، ولی توی این مدت میبینم که مثلا خیلی محبوب شده، خیلیا به خاطر حالا رفتارهای بدی که داره بهش میشه خیلیا دوستش دارن و اینا. ببین من ترانه رو واقعا حس مثبتی بهش ندارم، یعنی دوستش ندارم خب، ولی به شدت با این حرکت دخترها که یکی رو میندازن گوشه رینگ و بهش حمله میکنن به شدت مخالفم. یعنی این کار رو با نگار کردن که من اصلا طرفدار نگار نیستم، ولی خیلی کار بدی کردن و این کار رو با ترانه بیچاره هم کردن و همچنان دارن میکنن و من حس میکنم که ترانه دلیل اینکه یه حالت اینجوری داره که یهو صداشو میبره بالا، یهو قاطی میکنه یا فوش میده، که حالا مثلا مثل اینکه توی بک استیج هم خیلی جاها فوش داده و بی احترامی کرده، خیلی از درونش میاد، از این آدماییه که انگار شنیده نشده، باور نشده، واسه همین فقط میخواد با صدای بلند قدرتش رو نشون بده، که مثلا میخواد بگه که آقا من دارم راست میگم، منو بشنوین، منو باور کنین، که واقعا دلم براش میسوزه. توی خیلی از قسمت ها من ناراحت شدم از رفتاری که باهاش کردن. طرفدارش اصلا نیستم، ولی خب واقعا این حرکتی که دخترها میکنن و اصلا نمیپسندم دیگه. این کارو با نگارم کردن که نگار که ماشاءالله نگارم حس میکنم داره تقریبا یه شخصیت محبوبی میشه، ولی ترانه و نگار واقعا برای من شخصیت محبوبی نشدن. من از رفتاری که باهاشون میشه خوشم نمیاد، مخصوصا رفتاری که با ترانه میشه حس میکنم خیلی بدتره. حس میکنم شخصیتاشون، ببین از جفتشون احساس دروغ میگیرم، هم از ترانه که قاطی میکنه، یهو مثلا قاطی میکنه که بخواد به همه ثابت کنه که بابا مثلا منو بشنوین، من دروغ نمیگم، که خب یه سری جاها معلومه که داره یه سری چیزا دروغ میگه، و نگارم که اون شه و اون محکم بودن حرف زدنش مثلا میخواد دروغاشو پنهون کنه. از این دوتا احساس دروغ میگیرم، ولی واقعا حقشون نیست که باهاشون اینجوری برخورد شه. نه طرفدارشونم نه ازشون بدم میاد دیگه، یعنی ازشون خوشم هم نمیاد، یه حس چیزی دارم بهشون، اونقدر بهشون گارد اونقدری که من به امیر حسین عزیز دل گارد دارم به هیچکی ندارم فکر کنم. او صبر کن، نه دارم، شاهین و طناز. یعنی واقعا خوشم میاد. 20 قسمت گذشته، فکر کنم بیشتر از 20 قسمت هم گذشته، 22 قسمت گذشته و این کاپل، یا به قول فرشاد عزیز که میگفت تاپل، انقدر منفورن. یعنی من حرفی که اون قسمت اول راجع به شاهین زدم با حرفی که الان میخوام بزنم کاملا یکیه. شاهین یکی از منفورترین شخصیت هاست که فقط برنامه‌ریزی کرده که این مسابقه رو ببره، پول رو بگیره، بعدش هم یه حرف بدی میخواستم بزنم، یه چیزم میزنه به طناز و خدافظی. یعنی آدمی هست که به خاطر بازی، حتی الانم که این شو داره مثلا پخش میشه، حتی الانم امکان داره با طناز باشه که فقط بگذره این تایم، این شو تموم شه، همه چی اوکی شه، پولش هم که بهش برسه و خدا نگهدار. و طنازم همینه، یعنی طناز مثلا ساده نیست و قشنگ پا به پای شاهین داره میره، فقط با این تفاوت که به شدت چندشه و این حرکاتی که در میاره خودش و حرف زدناش و دعوا کردنای الکیش اصلا اعصاب منو خورد میکنه، یعنی صدر رحمت به علی. و یه چیز دیگه هم که قبلا گفتم، تمام این اعتماد به نفس کاذبی که شاهین داره طناز بهش داد، طناز الکی اینو گنده کرد. من نمیدونم واقعا شاهین سلیقه کسی هست یا نه. حالا رفتارش که به کنار، رفتارش که فکر میکنم واقعا سلیقه دختری نباشه، نمیدونم، اگه سلیقتون شاهین هست بهم بگید، ولی ظاهرش هم واقعا از نظر من هیچ جذابیتی نداره، هیچ جذابیتی نداره. نمیدونم، بازم اگر سلیقتون هست ظاهرش هم بهم بگین، چون دوست دارم بدونم که مثلا مردم چجوری میبینن شاهین. از نظر من رفتارش که به شدت بده و ظاهرش اصلا چیز جذابی نداره، ولی اعتماد به نفس کاذب یهو گرفت فقط به خاطر توجه طناز. و هنوز بعد از این همه قسمتی که اومده، هنوز مثل چی تو کف نگاره، میگه من نگار دارم اذیت میکنم، من قصد دروغ محضه، تو کف نگاره و کوچکترین حرکتی نگار بزنه شاهین با کله رفته، ولی هدف داره، پول میخواد، نمیخواد بره. وگرنه آدمیه که مطمئناً بیرون برنامه خیلی هم خوشش میاد که نگار باشه باهاش
و تو این قسمت نمیدونم 22 بود 23 بود داشت میگفتش که آره قشنگ داشت میگفت من چشام شیطونه، من جلوی من نگاه کردن شیطونم فقط برای نگاره. بعد تناز داشت بوسش میکرد. نمیدونم تناز فقط برای من خیلی چندشه یا شما هم با من هم نظرین. میدونم خیلی از پسرها تناز رو دوست دارن و فکر میکنم 99% فالووراشم که داره میره بالا از همین پسرایی که عاشق این دخترای احمقن که فقط چش و گوششون یکی رو ببینه. طرف همه کار هنوز شاهین داره میگه یه کیس دیگه بیاد من میرم، تناز میگه الهی قربونت برم، همدیگه رو ماچ میکنن و میگه من چشای شیطونم برای نگاره. تناز ماچش با آف کورس که پسر رو دوست دارن، کی بعدش میاد که چشش دنبال همه باشه و طرف مثل چسبه بهش. ولی بعید میدونم دختر خوششون بیاد. من واقعا نمیدونم. اگر دختری هستین که طرفدار تنازین خیلی دلم میخواد که به من بگین، چون شاید من دارم قضاوت میکنم. من اصلا حس مثبتی به تناز ندارم. واقعا میتونم بگم توی همه این شخصیت‌ها از تناز از همه بیشتر بدم میاد. شاهین هم که دیگه اصلا فکر میکنم شاهین داره رتبه، یعنی داره این کاپ قهرمانی رو از امیرحسین کم کم میگیره، چون امیرحسین خیلی منفور بود ولی شاهین با این حرکاتی که داره میکنه اصلا وای نگاه کردنش. این ترانه بهش گفت هیزیا که دمش هم گرم، بهش برخورده بود، ولی نگاه کردن شاهین هم خیلی کثیفه، عین نگاه کردن امیرحسین. یه شخصیت دیگه که از چشم افتاد که اتفاقا تو قسمت قبلی طرفداریشو کردم و زود قضاوت کردم، پیکسی بود. چون وقتی که اومد من گفتم که پیکسی از ایناست که پاره کنه، از قیافش و اینا معلومه. بعد یه جوری برخورد کرد که من گفتم که نه، خیلی دختر با شخصیت و آرومیه، اونجور که ما فکر می‌کردیم نیست. ولی تو این چند قسمت آخر این کوچولوی منو بیارم اینجا براتون، اومده اینجا سلام کنه. سلام. تو این چند قسمت آخر توهینایی که به نگار کرد یا یه جا حرفایی که به فرشاد زد، انقدر دختر بی شخصیت میشه. یعنی انقدر یه آدم میتونه بی لول و بی تربیت باشه جلوی این همه دوربین. واقعا فکر نمی‌کردم اینجوری باشه، چون اولش که اومد گفتیم وای این از اوناست که مثلا پاره میکنه، درست هم فکر می‌کردیم. بعد انقدر آروم و خوب برخورد کرد، گفتم چه دختر خوبه. واقعا از رو ظاهر نباید چیز کرد، قضاوت کرد، چون خیلی از این دخترایی که حالا ظاهرا اینجوریان بعدم نیست خب سلیقه‌شونه خیلی مهربونن با دخترها، مثلا خیلی چیزن، خیلی حمایت میکنن همدیگه رو. ولی این حرفایی که به نگار زد که دم نگار گرم که اصلا ندیدش، اصلا نادیده گرفتش، این پوینت مثبت من به نگار میدم. و خیلی پیکسی بی تربیت و بی شخصیت و بی لوله. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که فکر میکرد که وقتی بیاد با اون لباسی که وارد شد و لباسش خیلی باز بود، با این تیپ و استایلی که برای خودش درست کرده، فکر میکرد که الان دیگه همه مردا انتخابشون پیکسیه. ولی حواسش نبود که این ظاهرا و این قیافه‌های پلنگتوری دیگه کم کم داره از مد میفته. برای همین الان به شدت داره حسودی میکنه، مخصوصا به نگار که انقدر راجع به نگار بد حرف میزنه و اصلا یکی دو تا جا فوش داد بهش دیگه. و خیلی باحاله که انقدر تابلو داره ریاکشن نشون میده، نمیخواد نشون بده ولی کاملا معلومه که سوخته، چون فکر میکرد وقتی وارد شه همه میرن سمتش. و جالبه که زیادم کسی انتخابش نکرده، حتی این دکتر جونم که اومده بود که راجع به اونم صحبت میکنم، فکر میکنم پیکسی گفت انتخاب سومشه، انتخاب اول و دومش نبود. راجع به دکتر جون اگه بخوام بگم اینه که من اینجوری حس میکنم، حالا نه این الان بگید که نه اشتباه اله بله، هر جوری که شما حس میکنین بیاین نظرتون رو بگین. آقا من شاید خیلی جاها دارم زود قضاوت میکنم ولی حس میکنم که خیلی زرنگه و کاملا حواسش هست که جلوی این همه دوربینه که خب خیلی خوبه. مثلا امیرحسین نیست که حواسش نباشه که 50 تا دوربین دورشه و انقدر به دخترها بد نگاه کنه و هیز باشه. ولی دکتر خیلی داره نقش بازی میکنه. دکتر خیلی شیطونه، خیلی شیطون تر از اون چیزیه که داره نشون میده، ولی حواسش به دوربینا هست، حواسش هست که این برنامه پخش میشه و خراب نکنه خودشو دیگه. و همچین وایبی به من میده. یه جام اولی که اومد چی گفت مرد با زن برابر است، زن برده نیست، فکر میکنم یه همچین چرت و پرتی گفت. ولی همش میگه که من طرفدار چند تا زن داشتنم و به شوخی، حالا مثلا چند جا هم بهش تیکه انداختن ولی همچنان حرفش رو ادامه میده و هر کی هم میگن مثلا کدومو میپسنده میگه من همه رو دوست دارم، همه رو میپسنده، خوش اشتهای خیلی. و
فکر میکنم همچین وایبی هم کامل میده، یعنی شخصیتش هم یه همچین چیزیه. حالا من نمیخوام زود قضاوت کنم، چیز بدی بگم، ولی من به شدت حس میکنم که حواسش به دوربینا هست و اینکه نمیخواد اون وجه اجتماعی که داره رو خراب کنه، نمیخواد اون گرگ درونش رو بیاره بیرون. مثل اوایل شاهین که آروم بود، کس کرده بود یه گوشه، الان داریم میبینیم چه چیزیه. این دکتر هم همونه، ولی بعید میدونم دکتر تا آخر هم خودشو بخواد نشون بده، خیلی زرنگه. حالا امیدوارم که ما زود قضاوت کرده باشیم دوباره به همچین چیزی نباشه. ببین از 2 تا شخصیت خیلی ناراحتم، یعنی واقعا خیلی زود قضاوت کردم، خیلی دوستشون داشتم، ماهرخ و میلاد. من تو قسمت اول گفتم میلاد یه سری از رفتاراش منو یاد پارتنر خودم میندازه. انقدر من از تو تعریف کردم پسر، انقدر ما به تو احساس خوبی داد، تو فقط به ماهرخ خیانت نکردی، تو به همه ما خیانت کردی. انقدر آروم بودی، سر تو کار خودت بود، یه جاهای شوخی میکردی، حواست به دختره بود، بازی میکرد، دوست دختر داشتی، چرا این کارو کردی؟ چرا دوست دخترت گذاشت تو این کارو بکنی؟ اصلا تو این کارو کردی، دختره چرا اوکی بود با این قضیه؟ من واقعا نمیدونم. حالا شاید هم ما داریم زود قضاوت میکنیم، ولی با حرفایی که ماهرخ میزد، چیزایی که نشون داد و حتی خودش تو برنامه هم گفت وقتی دوربینا آف میشه اصلا میلاد اینجوری نیست. واقعا به ما خیانت کردی میلاد، خراب کردی هر تصوری که من تو رو به پارتنر خودم شباهت دادم، من تو رو با این مرد که 10 ساله باهاش دارم زندگی میکنم شباهت دادم، گفتم تو مثل اینی، دید منو نسبت به اینم خراب کردی، رابطه ما رو هم داری خراب میکنی. تو دوست دختر داشتی؟ واقعا راجع به میلاد هیچ حرفی ندارم. از ماهرخ هم خیلی ناراحتم، به خاطر اینکه من گفتم ماهرخ دختریه که دخترها رو ساپورت میکنه. تو قسمت اولم گفتم girls girlه، از ایناست که حتی خودش گفت نذارید یه پسر بخواد رابطه ما دخترها رو خراب کنه، نذارین پسرها بخوان جمع ما رو خراب کنن، به خاطر پسر با هم دیگه بد نشین. تو قسمت اول خود ماهرخ اینو گفت و توی فینال یه دونه دختر رو سیو نکرد. حتی امیرحسین ازش پرسید فرشاد و سیاوش گزینه سوم چی؟ اوکی ما میگیم با ترانه مشکل داشتی چون میگفتن که ترانه خیلی بک استیج فوش میداد، با نگار بد شده بودین همتون، با زهرا که کسی بد نبود، زهرا که فوش نداده بود، زهرا که کاری بکن. چرا زهرا رو سیو نکردی؟ چرا گزینه سومت علی بود، با اینکه علی این همه به تو بی احترامی کرد، ریسپکت نداشت اصلا نسبت به تو، تاپل خوبی نبودید اصلا با هم دیگه، این همه اون اوایل مثلا اون اعتقادات تو رو مسخره کرد و تو علی رو سیو کردی؟ یه دونه از دخترها رو سیو نکرد و خیلی اصلا خیلی جاها با ترانه بد صحبت کرد، به ترانه گفت خفه شو، یا برگشت گفتش که اون بازیت داد تو چرا گولشو خوردی، چرا اینقدر طرفدار پسرایی؟ چرا هیچ کدومتون طرفدار همدیگه نیستین؟ چرا اصلا اون جوی که پسرا دارن، پسرا هر گندی میزنن، علی هر گندی زد همه گفتن دوستمونی، رفیقمونی، داداشمونی، بغلش، چرا دخترها اصلا با همدیگه اینجوری نیستن؟ من حس میکردم توی اون جمع فقط ماهرخه که اینجوریه که حواسش به دخترها هست، که قشنگ مشخص شد که ماهرخ چند تا کلمه و جمله حفظ کرده از اینستاگرام اومده گفته و از وقتی که این چیزی که من حس میکنم، از وقتی که پیکسی اومد که فکر میکنم دوست صمیمیش بود، ماهرخ شخصیت واقعیشو نشون داد. الان یکیو داره که با هم دیگه تیم بشن و قشنگ اگر دقت کنین خب خیلی پیش پیکسیه که اوکی خب دوستن دیگه مهم نیست، ولی رفتاراشون خیلی شبیه به هم دیگه است. همون قدری که یه جاهایی پیکسی خیلی بی شخصیت و بی لول میشه، ماهرخ هم در همون حد پیکسی با اینکه اصلا نشون نمیداد میتونه بی لول و بی شخصیت باشه و خیلی برای من جالب بود که به محض اینکه دوستش اومد رفتارای واقعیشو داره نشون میده و من حرفمو پس میگیرم. من زود قضاوت کردم اگر گفتم ماهرخو دوست دارم و ماهرخ هم به شدت از چشم من افتاده و توی دخترها فکر میکنم نورمال ترینشون سوداه، که یه جاهایی که دختر داشتن همدیگه رو پاره میکردن، سودا مثلا زیاد خوشو درگیر نکرده و سعی میکرد با دو طرف ارتباطش رو حفظ کنه که دمش گرم. یا اونجایی که نگار رو بسته بودن به فوش و کتک که داشتن کلی بهش حرفی زدن که نگار بدبخت شروع کرد گریه کردن، قشنگ داشتن مسخرش میکردن دیگه. وقتی دست میزدن قشنگ دارن یه نفر رو چی میگن اینجا بهش میگن یکی رو بولی کردن، یعنی قشنگ مثلا یکی رو خورد میکنن، کامل مسخرش کنن، تیم میشن.
یه مش آدم مسخرهش میکنن و این کارو با نگار کردن که حالا نگارم بدبخت عکس العمل خیلی بدی نشون نداد. اگر چیز بود فکر میکنم اگه ترانه بود یا حتی اگه پیکسی بود پاره‌شون میکرد، ولی نگار خیلی بهتر عکس العمل نشون داد که سودا اومد اونجا گفتش که آره نگار من حتی تو اینو به من گفتی، من میخوام از تو طرفداری کنم، چرا همچین چیزی نمیگی؟ که فکر میکنم دلیل این که نگار نگفت که رفته به سودا گفته که من میخوام برم حرص فرشاد در بیارم، به خاطر اینکه نمیخواست حرص فرشاد در بیاره. نگار دکتر جونو میخواست و اگر اونو میگفت خب کیس دکتر رو از دست میداد. برای همین حواسش هست، نگار چیز نیست، نگار زرنگه، حواسش هست، ولی فکر میکنم نرمال ترین و بهترین دختری که تا الان بوده سودا بوده. من حتی تو قسمت قبلی گفتم یه ذره وایب حسودی ازش میگیرم که یه سری جاها واقعا یه سری کارا کرده بود، ولی واقعا من سودا رو تا الان از همشون فکر میکنم بیشتر دوست دارم. دمش گرم. واسمو یه تمدید بکنم این وسط که دارم صحبت میکنم و رژ لب که ببینم یاد زهرا میافتم. راجع به زهرا این قسمت زیاد توضیح ندادم، حرفی نزدم، به خاطر اینکه واقعا گفتنی‌ها رو قسمت قبل گفتم، ولی زهرا زیاد صحبت نمیکنه، کاری نداره، به خاطر اینکه خب یکی رو پیدا کرد خدا رو شکر. و یه کار بدی که نگار کرد که میگم نگار به چشم من محبوب نمیشه، چون یه سری چیزای یه خورده شیشه هایی توش داره که هی ریز ریز میزنه بیرون. دکتر یه چیزی نگار انداخته بود روش، دکتر برگشت گفت این چی انداختی روت؟ نگار نمیدونم یه اشوه‌ای اومد یه چیزی گفتش که میخواستم بگم که بندازی روی زهرا که سردش نشه. بعد زهرا گفت وای نه مرسی من کت دارم. بعد نگار یه چپ چپ نگاه کرد گفت چقدر مثلا بامزه. بعد دکتر برگشت گفت خیلی خوب حرفی زدم نه؟ بعد نگار خندید روش رو اینجوری کرد سمت دکتر گفت نه با خنده. خدایی نه خیلی قشنگ یاد گرفتم. حرصشو داره نشون میده، باید نشون بده، نمیتونه بگه آره مثلا دمت گرم. بعد برگشت به زهرا نگاه کرد گفتش که حالا همم نشسته بودن، گفتش که نمردیم و بالاخره تو هم یکی رو پیدا کردی که بری باهاش آشنا شی. نمردیم و با این نفر رفتی بخوای بشناسیش. قشنگ مشخصه از چه جور دوستایی هست نگار. اصلا طرفدار زهرا نیستم، چون زهرا نمیگه ولی زیرزیرکی زیراب یارو رو میزنه، نگار میگه و زیرابشو میزنه. ولی خب خیلی من بدم میاد از اینجور شخصیت‌ها. زهرا فعلا کاری به کار کسی نداره به خاطر اینکه یکی هست، ولی خب تا قبل از اینکه دکتر بیاد داشت با امیرحسین صحبت می‌کرد، میگم من اوکی ام که طرف تا 32 سالش باشه، که خب امیرحسین 32 سالشه، فکر می‌کنم زهرا همسن منه، فکر می‌کنم 76 فکر می‌کنم، که گفت مثلا دوست دارم مثلا طرف 5 6 سال ازم بزرگ باشه. بعد گفت تا 35 ام اوکی ام، یعنی اگر کیس 35 ام بود من رد نمی‌کنم. با کوچیک‌تر از خودم هم اگر شرایطش پیش بیاد و خوب باشم نمیگم نه، یعنی آپشن برای همه بازه. ولی گفت بالای 35 دیگه نه. و الان دکتر عزیزمون 40 سالشه، فکر میکنم 41 سالشه و زهرا اوکیه. زهرا با همه اوکیه، فقط کیس باشه، حالا هر سن و سالی میخواد باشه. و خیلی هم اصرار داره بگه که پسرم اومده، بذار اینم بهتون نشون بدم. خیلی هم اصرار داره بگه که من ای وای اصلا راضی نیست، اصلا خوشش نمیاد. اصرار داره بگه که من چیزم، کسی راه نمیدم تو زندگیم، همه درا بسته است، ولی همه درا بازه. قشنگ معلومه که همه درا بازه و فعلا از دست زهرا در امانیم، به خاطر اینکه دوکی فعلا هست تا اینکه نگار دوکیه رو ور داره، که یه حس خیلی قوی به من میگه نگار ور میداره. راجع به محبود که هم پسر که تازه اومده، واقعا راجبش زیاد نظری ندارم. من اصلا این شخصیت ها، این تیپ شخصیت ها به سلیقه‌ام نمیخوره. یعنی حالا نه به عنوان پارتنر، کلا به عنوان مثلا یه آدمی که باهاش در ارتباط باشیم، دوستمون هم باشه، نمیدونم وایبشون با من یکی نیست. مشخصه که خیلی اهل پارتی و مشروب و مواد و ایناه و نه که بد باشه ها، راجبش واقعا نظر ندارم. میترسم حالا یه چیز بگم یه چیز از توش در بیاد، ولی خیلی به ترانه میخوره، حس میکنم خیلی وایبشون به هم دیگه میخوره. حالا اگه گن نخوره تو رابطه‌شون. ترانه جالبه که با سیاوش دوستاش بشه نشد، با علی دوستاش بشه که خب اونجوری شد، الان با اینه و آخه بدبخت خودش هم همش میگه من دلم میخواد یکی باشه، من تنهایی بدم میاد. نمیدونم، ترانه واقعیه، حس میکنم خودشه، رفتاراش اصلا رفتارای قشنگی نیست که فوش میده و میپره به این و اون، ولی حس میکنم واقعا خیلی مشکل داره. اینا از همه از درونش میاد که خب آدم واقعا نمیدونه تو زندگی هر کس چقدر مشکله و
من خیلی انقدر واسه سگش ناراحت شدم، انقدر حالم براش بد بود، واقعا راجع به ترانه نمیخوام چیز بدی بگم، گناه داره، نمیخوام راجبش قضاوت کنم. همه رو هم قضاوت کردم، ولی حالا دیدی غیبت وقتی میشینی 1 ساعت 2 ساعت غیبت میکنی بعد میگی حالا به ما چه؟ به ما که ربطی نداره زندگی مردم. منم این همه صحبت کردم تهش میگم نمیخوام قضاوت کنم، ولی نه راجع به ترانه زیاد حرفی ندارم، راجع به محبودم ندارم. فکر میکنم این دوتا خیلی به هم دیگه میخورن، جفتشون آدمای خیلی لاودن، خیلی مثلا پر جنب و جوشن، پارتی کنن، اهل حالا یه سری چیزا هم هستن، به هم دیگه میخورن. ان شاءالله که حالا با هم دیگه بمونن. ببین من راجع به فرشادم فکر کنم یه ذره زود قضاوت کردم. فرشاد شاید هم وقت نکرد یه سری واقعیت‌ها رو بریزه بیرون، نمیدونم، اصلا نمیخوام راجع به فرشادم بد بگم، ولی واقعا حق فرشاد نبود که حذف بشه. نه که مثلا من طرفدار فرشاد باشم، اما به خاطر اینکه سیاوش شانس اینو داشت که آدمای مختلف رو امتحان کنه و تایم بیشتر توی برنامه بود، ولی کلا یه شخصیت یه حالتی داره که مثلا یه پوکر فیس خاصی داره دیگه، خب نمیکنه، خیلی کارا رو نمیکنه و انگار داره شانس رو از بقیه هم میگیره. ولی فرشاد میتونست بمونه، خیلی تایم کمتری بود که توی برنامه بود و شانس اینو داشت که با یکی دیگه امتحان کنه و من خیلی از این هرس خوردم که فرشاد اینجوری حذف شد. زیاد طرفدار فرشاد نبودم، ولی بیچاره بدم نبود، کار خاصی هم نکرد، ولی از اول من یه حسی وقتی برگشت گفت من خصوصیت منفیم مهربون بودنم، خصوصیت مثبت من مهربون بودنم، من از این کلمه، از این جمله بدم میاد. این پسرایی که این حرفو میزنن خیلی وایب بدی من میدن، احساس عاجی بودن به آدم میدن. نمیخوام کلمه‌شو بگم بی تربیتی کنم. از قسمت اول که گفتم من میام فوش میدم، خیلی سعی کردم فوش کمتر بدم، ولی واقعا حقش نبود که حذف شه، به خاطر اینکه سیاوش شانسش رو داشت، تایمش هم داشت، نکرد. این بدبخت تایمش رو نداشت، باید یه ذره بیشتر میموند. ولی امیرحسین جون یک بار دیگه ثابت کرد که باید توی لیست ما جزو اولینا باشه، که انقدر این شخصیت تو مخه که علی رو نگه داشته، که علی بیاد واسه ما دعا بخونه، گریه کنه. گریه هم کرد، 2 تا قطره اشک از چشش نیامد. بذار من دوباره گوشیمو باز کنم اینو بخونم از اول، که گفت خالق مشلوقات، یعنی یه جوری گفته که من هر موقع بخوام بگم باید از رو گوشی بخونم چون یادم میره و گند زده تو فرهنگ لغت ما با ضرب المثلای چرت و پرتی که میگه. ولی خب اب نداره دیگه، من هرس نخورم، آب بخورم. خلاصه که همین دیگه. فکر میکنم چیزایی که تو دلم توی این 6 قسمت مونده بود، واقعا دلم میخواست که یه خورده بیشتر بگذرم، مثلا 20 قسمت بگذره بیام نظر بدم، ولی اینا نمیذارن که من یه خورده رو حرفام بمونم. من الان از قسمت قبلی که آپلود کردم تا الان فکر میکنم 1 هفته گذشته و حرفایی که الان دارم میزنم نسبت به حرفایی که تو قسمت قبلی زدم زمین تا آسمون متفاوته، بس که اینا رنگ عوض میکنن و همین دیگه. حالا شما هم هر نظری داشتین بیاین بنویسین. فقط تو رو خدا خواهش میکنم ازتون طرفداری 3 نفر رو نکنین، تناس، شاهین، امیرحسین. اعصاب ندارم، طرفداری بقیه رو کردین، حالا شاید بتونم باهاتون کنار بیام. طرفداری این 3 نفر رو نکنین. من برام به زندگیم برسم با این کوچولو دارم توی اسکرین دوربین میبینم قیافشو و همین دیگه. خیلی مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم.